سلام بچه های گلم، سلام به روی ماهتون. شب شما بخیر. قصه امشب من هست میلو، یه گربه ناز ملوس که با پدر و مادرش توی یه جنگل سرسبز و خوشگل زندگی میکردن. بچه میلو یه خواهر و 3 برادر دیگه هم داشت. اینا هر روز کلی بازی و شیطونی میکردن، روز سر و کله همدیگه میرفتن، همدیگه رو گاز میگرفتن. یه روز میلو به مادرش گفت مامان، میخوام برم اون دور دورا، اون طرف جنگل، همه چیز رو ببینم، من اینجا هیچی نمیبینم. مامانش گفت میلو پسرم، وقتی بزرگ شدی میتونی همه جا بری، ولی هنوز تو باید با خانواده باشی. یه روز میلو تا از خواب بلند شد، بچه ها رفت اون طرف جنگل. همینجور داشت بر خودش نگاه میکرد که دید یه خانواده‌ای وارد جنگل شدن، ولی آدم هستن اونا. بچه این هم لای درخت داشت اون رو نگاه میکرد که دختر خانواده اومد گفت وای چه گربه نازی کوچولوی خوشگلی، پدر ببریم خونمون، ببریم اونجا باش بازی کنیم. مادرش گفت نه دخترم، اینا باید تو جنگل زندگی کنن، تازه این خیلی کوچیکه، باید کنار مادرش باشه شیر بخوره، هنوز بزرگ نشده. بچه میلو وقتی به این حرفا گوش کرد قلبش خیلی لرزید. گفت نکنه منو با خودشون ببرن. ای وای، مادرم راست گفته بود. دختر خانواده کلی با میلو بازی کرد، نازش کرد، موهاشو ناز کرد، این ور اون ورش کرد، ولی بچه ها قلب میلو همینجور میزد. تا پدرش گفت خب دخترم باید برگردیم خونه، ولی گربه رو همجا بذار و بریم، برای اینکه این باید بره پیش پدر و مادرش. بچه اونجا میلو با خودش فهمید که مادرش چی گفته بود. به محض اینکه دختر اونو گذاشت روی زمین، با سرعت دوید به سمت خونه، رفت پیش مادرش و مامانش رو کلی بغل کرد و به مامانش گفت باشه مادرم، هر چی تو گفتی من تو رو گوش میکنم. شب شما بخیر.